سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قراره که به صورت خیلی کوتاه و مختصر سیستم تکس و هپینس بازی رو براتون توضیح بدم. همون سیستم شادی. و این ویدیو رو درجه سختی هارد من گرفتمه. شما وقتی که بازی رو باز میکنید مثلا میبینید -4 -5 دارید هپینس میخورید و اینکه داره کم میشه و کم کم اون شهر میبینید که شورش میکنن و اینا، در صورتی که نوشته مثلا -4 یا -5 به خاطر تکسه، در صورتی که تو بازی اصلا چیزی به اسم تکس وجود نداره، به اسم مالیات که شما بخواید اونو کم و زیادش کنید. حالا برای این کار شما باید از سیستم خلاف اون کار استفاده کنید. نکنید الان تو این مثال -4 هپینس اینجا و به خاطر تکسش 4 تا داره ازش کم میشه و حالا دوتاش هم که به خاطر سختی سطح بازیه. ولی اینکه آقا شما بخواید اینو درستش کنید باید برخلاف سیستم بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیای شروع کنید چیزای مثبت ایجاد کردن که هپینستون رو ببره بالا، چون به سیستم تکس بازی نمیتونید دست بزنید، چون گزینه‌ای نداره برای اون قسمت که بخواید تکسش رو زیاد و کم بکنید. حالا این سیستم چجوری اتفاق میفته؟ از چند طریق. یکیش از طریق ساختن ساختموناست. بیلدینگ های مختلفی هستش که تو بازی شما میتونید ازشون استفاده کنید و این هپینسش رو افزایش بدید. حالا چه بیلدینگ هاییه؟ یه سری بیلدینگ های تمپل ها هستن که تو شهرهای اصلی هر استان شما میسازیدش. اونم یه برای یک خدای خاصه که بیاید تو اینجا میبینید الان و میسازیدش و تو تیر یکش که میبینید بهتون مثبت 1 هپینس میده، مثبت 2 تا و مثبت 3 هپینس برای تیر یکش. گزینه بعدی ساختمونای مدیریتی هستش تو شهرها که خیلی موثرن، واقعا قویان و میتونن کارو براتون در بیارن. الان این ساختمون رو ببینید شما که برای شراب و این داستان هاست، مثبت 3 هپینس، بعد 5 هپینس و 7 هپینس. یعنی شما با 3 تیر مختلف تا مثبت 7 میتونید بگیرید. یکی دیگه از راههایی که میتونید افزایش بدید آپگرید کردن مین بیلدینگ اون شهرتونه که هر بار ببرید بالا هم ثروت بیشتری به دست میارید، هم هپینس بیشتری میدید به مردمتون و میبینید که اینجا هم افزایش پیدا کرده. یکی دیگه از راه ها از طریق خدایان بازی هستن. بعضی از خداها به خاطر یه چیزای مختلفی بهتون هپینس میدن. مثلا ارس که خدای جنگه، به ازای هر واری که تو تیر 2 به ازای هر واری که داشته باشید بهتون یه هپینس میده تا 5 تا. زئوس برای هر میلیتاری الاینس و حالا دیفنسیو الاینسی که با بقیه ببندید تا 5 تا بهتون هپینس میده. آخری هم خدای آپرودایته که به ازای هر نان اگریشن پکتی که با بقیه ببندید تا 5 تا بهتون هپینس میده. یکی دیگر راههایی هم که شما میتونید هپینس ایجاد کنید اینه که داخل شهراتون نیرو بذارید و خب این که یه چیزایی که تو همه سریای توتال وار وجود داشته. این ستاره موثرن، سریع و کوتاه شما میتونید منفی ها رو جمع کنید و از اون حالتی که داخل شهر وجود داره اون در بیایید و بتونید بیارید بالا. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده. لایک و سابسکرایب چنل فراموش نکنید.